دسته‌بندی خوبی داره، برچسبش روشه، ولی خب احساس می‌کنم اینجا یه برچسب دیگه‌ای چسبونده شده. حالا خب ما بریم تست کنیم ببینیم سلامت کالا کیفیتش چجوریه. خب دوستان سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. هندزفری بلوتوثی انکر مدل R50 INC نسل جدیدش رو از دیجیکالا سفارش دادم و میخوایم جعبه گشایی کنیم ببینیم که چجوریه، چه تفاوتی نسبت به نسل قبلیش داشته، یعنی R50 معمولی. بریم واسه جعبه گشاییش ببینیم که چه خبره توش. خب دوستان، حالا جدا از هندزفریه، این از بسته هندزفری که از دیجیکالا سفارش دادم. بسته بندی تر و تمیزی داره، برچسبش روشه، ولی خب احساس می‌کنم اینجا یه برچسب دیگه‌ای چسبونده شده توی این قسمت. اگه ببینید، خب ما بریم تست کنیم ببینیم که حالا سلامت کالا و کیفیتش چجوریه. خب دوستان، جدا از این هندزفریه یه گابی گوشی هم سفارش داده بودم، یه دارم کیس واسش گرفتم واسه هندزفری که حالا خطش نیفته. بریم ببینیم که حالا ادامه داستان به چه صورته. خب اینم از محتویات جعبه. اینجا یه بارکد داره این قسمت، اینو حتما باید تستش کنید ببینید آیا کالا اصله یا نه. داخل جعبهش یه دفترچه، یه راهنما داره و خود کیس هندزفری. از لحاظ تمیزی و ضد خش و این داستاناش تستش میکنیم، برچسبش رو باز میکنیم، تر و تمیز، خط و خش نداره و اینم از اندازه و سایزش تو کف دستم رو جا میشه. به نظر من راحت میشه تو جیب جاش کرد و استفادهش کرد. وزنش هم زیاد سنگین نیست نسبت به حالا نسخه قبلیش و هندزفری‌های دیگه‌ای که داشتم. زیاد سنگینی خاصی نداره، حالت صدفی باز میشه، بعد خیلی هم روون باز و بسته میشه، یعنی صداشو بشنوید خیلی مقاومه. کیفیت درش هم خیلی مقاومه. هندزفری‌ها هم که حالا با این فشار که میزنید نمیفته. پشتش هم یه حالت هولدر داره که میتونید حالا گوشیتون رو به عنوان هولدر اینجا استفاده کنید. زیاد به کار من نمیاد. شارژرش هم که تایپ سیه. هندزفری خودشون پشتش ماته، نسبت به نسخه قبلیش یه ذره باریکتر شده، یه ذره جمع و جورتر شده، فقط یه ذره توپولی‌تر شده. شخصا طراحی اینو ترجیح دادم موقع خرید. بقیه بدنش براقه، پشتش ماته. کیفیت این گوشیاش هم خوبه، بد نیست. خوب توی گوشام گذاشتم، الان خیلی راحت سبک احساس می‌کنی که اصلا هیچی تو گوشت نیست، یعنی اینجوری خیلی نرمه، اذیت هم نمیکنه، هیچ فشاری هم نداره. مگنتاش خیلی قویه، سریع داخلش قرار میگیره. و از قابلیت‌های این هندزفری بخوام براتون بگم، قابلیت نویز کنسلینگ داره. جایی که خیلی شلوغه می‌خواید مکالمه داشته باشین، هوش مصنوعی داره داخلش و صداهای اطراف رو براتون حذف میکنه. یه ویژگیه که توی نسخه قبلیش نیست. اگه براتون مکالمه خیلی مهمه، این نسخه رو بگیرین. قیمتش حدوداً 2 برابر از نسخه قبلیشه. ورژن بلوتوثش 54. یه LED اینجا داره، نسبت به نسخه قبلیش سوزنی بود، اینجا خطیه. طراحیش خیلی جمع و جورتر و خیلی خوشگل‌تره و اینو بیشتر پسندیدم. و از قابلیت‌های دیگه‌اش این که یه نرم افزار شخصی سازی شده داره. میتونید نرم افزارش رو نصب کنید، حالت اکولایزر و یه سری قابلیت‌ها مثل ترانسپرنسی داره، مثل سمعک عمل میکنه. مثلا توی محیط شلوغ هستین نمی‌خواید صدای محیط بیرون رو بشنوید، میتونید حالا غیر فعال یا فعالش کنین. از ویژگی‌های دیگه‌اش که بهتون میخوام اشاره کنم، این 4 تا میکروفون داره، یعنی 2 تا اینجا 2 تا اونور، در صورتی که نسخه قبلیش هر کدوم یه دونه میکروفون داره. و مقاومه، در برابر آب، گرد و غبار مقاومه. و یه قابلیت دیگه هم که هیچ جا بهش اشاره نشده، شما فرض کنین این کیس هندزفری رو همراه ندارین، حالا موزیک گوش میدین میذارین توی جیبتون، دوباره میخواین اینو فعالش کنین، با لمس کردن و تاچ کردن این قسمت این روشن نمیشه، یعنی حتما باید اینو شما داخل کیسش قرار بدین و بعد روشن بشه. یه نکته جذاب دیگه اینه که وقتی این هدفون رو توی گوشتون میذارین، یه صدای خیلی خوبی داره موقع روشن شدن که خیلی واقعا حس خوبی بهم میده. بریم که حالا برای تست موزیکش که نظرمو بهتون بگم. خب دوستان، من اینو به لپتاپم وصلش کردم چون دارم با گوشی فیلم برداری میکنم. وصلش خیلی سریع بود و الانم دارم حالا یه موزیک پلی میکنم ببینیم که کیفیت موزیکش چجوریه نسبت به هندزفری‌های دیگه‌ای که داشتم. خب دوستان، از لحاظ کیفیت صدایی به نظرم خیلی کیفیتش خیلی خوبه. من خودم راضیم از کیفیتش.
بیسش هم تا حدودی بالاست و من دوست داشتم بیسش هم. شاید خیلی‌ها بیس قوی دوست نداشته باشن، میتونید توی تنظیمات اکولایزرش کم کنیم بیسش رو به نظر من. و وقتی بیسش هم بالاست اصلا از اون کیفیت زیرش کم نمیکنه. صداهای دیگر هم حالا در کنار اون بیس خیلی طبیعی و شفاف میشنوید و راضی بودم. برنامه‌ش هم نصب میکنم، ببینیم که به چه صورته. کیس هم واسش گرفته بودم، مدل‌های دیگه هم داشت ولی خب احساس کردم این چسبش نسبتا قوی تره. بریم واسه افتتاحیه‌اش. چسباش مربعیه ولی خب چسبای مارکای دیگه‌اش نصف این بود. من اینو انتخاب کردم و یه دونه بندم اینجا داره که حالا میتونید اینجا آویزونش کنید. زیرش هم باز میشه و هولدرش رو زیاد لازم نداره. این پایینش مال قسمت هولدرشه که باید بچسبونید. قسمت شارژش، قسمت بندش، جنسش هم خیلی خوبه، ضد ضربه است. خب یه کابل شارژ هم داره توش که تایپ سیه و سیلیکونای گوشی اضافه هم روش داره. دوستان فعلا همینه، اینو باید تستش کنم، برنامه‌شو نصب میکنم براتون، ویدیو میگیرم ببینیم که به چه صورت هستش. خب دوستان میریم برای بررسی نرم افزار ساندکور که میتونید از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید برنامه‌شو حتما. و بعد از اینکه وارد شدید حتما آپدیتش کنید که گزینه گیمینگ مودش اضافه بشه به آپدیتش. اول از همه بلوتوث رو فعال میکنیم و هدفونامون رو وصل میکنیم به گوشیمون. بر روی این گزینه ضربه میزنید که متصل شه به نرم افزارش و میبینیم که متصل میشه و شارژای هر کدوم از ایرپادهای سمت راست و چپ رو نشون میده بهمون. خب یه ویژگی خیلی باحالی که داره و بدون موسیقی هم حتی جواب میده این ویژگی اینه که وقتی میخواین حالا توی محیطی هستین، موزیک هم نمیخواین گوش بدین، حتی میخواین که صدای محیط رو نشنوین، میتونین اینجا این گزینه رو روی نویز کنسلینگ بذارید و هدفونا رو بذارین داخل گوشتون و کاملا صدای محیط رو براتون قطع میکنه حتی اگه نخواین به موزیک گوش بدین. و این خیلی ویژگی به نظر من جالبیه. و حالت نرمالش هم که یه حالتی داره که فقط نویزا رو میشنوین. حالت ترانسپرنسی مود برای وقتی که موزیک میخواین گوش بدین، صدای محیط بیرون هم داشته باشین، میتونید رو این حالت بذارید و استفاده کنید. برای استفاده از این ویژگی ها حتما باید هدفونتون به این برنامه وصل باشه. و پایین‌تر یه گزینه ساند افکت داره که با تنظیم کردن این حالت ها میتونید حالا اون سبک موزیکی که گوش میدین رو اینجا تنظیم کنید به سبک دلخواه خودتون، شخصی سازیش کنید. و اگه صدای بیس هدفون اذیتتون میکنه، اینجا یه گزینه بیس ریدیوسر داره که میتونید حالا اون بیسش رو تا حدود خیلی کمی کاهش بدین یا حالا به صورت دستی با این گزینه. یه حالت اکولایزر داره که میتونید شخصی سازی تنظیمش بکنید. یه گزینه 3D هم اینجا هستش که صدا رو چند برابر خشن‌تر و شدتش رو میاره بالا که پیشنهاد میکنم اینو اصلا استفاده نکنید. و توی قسمت کنترل میتونید یه شخصی سازی داشته باشین که با هر بار ضربه زدن روی ایرپادهای سمت راست و چپ چه اتفاقی بیفته. برای مثال من هدفون سمت چپ رو انتخاب میکنم و میخوام با یک بار ضربه زدن موزیکم پلی یا استوب بشه. و حالا تنظیمات دیگه هم داره، هدفون سمت چپ، هدفون سمت راست. خودتون باید اینا رو شخصی سازی بکنید. و یه قابلیت خیلی فوق العاده دیگه هم که داره، قابلیت گیمینگ مودشه که وقتی دارین بازی میکنید یا حالا دارین ویدیو ادیت میکنین، صدا و تصویر رو براتون هماهنگ میکنه و اون تاخیر صدا رو ندارین. و یه سری تنظیمات حالا شخصی هم اینجا داره که شما خودتون میتونید بررسیش کنید و ببینید که چی به چیه. و در نهایت دوستان میتونم بهتون بگم که اگه دنبال یه هدفونی میگردین که اون حالت نویز کنسلینگ رو داشته باشه، صدای محیط رو قطع کنه، یا حالا موقع موزیک گوش دادن صدای بیرون هم بتونین بشنوین، موقع مکالمه تو محیط بیرون برای مکالمه که صدای نویز بیرون حذف بشه و بیس براتون مهمه، حتما این مدلش رو بخرین، یعنی R50 INC. اگه فقط موزیک گوش دادن با بیس نرمال براتون مهمه، پیشنهاد میکنم که نسخه قبلیش یعنی R50i رو خریداری بکنید. و همین، از این ویدیو حمایت کنید. مرسی از نگاه زیباتون. فعلا دوستان.